من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث رفت فرار کرد و همه چیز ما را به باد داد، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است، فرهنگ ما را عقب نگه داشته، تمام انسانها و نیروی انسانی ما را از بین برده است. این آدم ممکن که خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. و پس از این هم تخفیف‌های دیگر در امور خواهد حاصل شد، لکن یک قدری باید تحمل کنیم، به این نغمه‌های باطل گوش نکنیم. اونها حرف میزنند، ما عمل میکنیم. اونها شما را میخوان دلسرد کنن از اسلام. اسلام پشتیبان شماست. ما پس از این راجع به بانک ها هم طرحهایی داریم که از این وضع رقتبار برگردد، از این وضع استعماری برگردد. ما باید تمام این کاخهای وزارتخانه ها که میلیون ها میلیاردها مال ملت در ثبت شده است، باید اینها تبدیل بشد به چیز معتدل اسلامی. این فرم خارجی، فرم اجنبی، فرم طاغوت است. در دادگستری کاخ درست شده است، لیکن دادگستری نیست، دادخواهی نیست، فقط کاخ است. بانک ها به تدریج باید تبدیل بشد و ربا به کلی قطع بشد. من باید به مصادر امور بگم که اختار کنم که اینقدر ذات نفس به خرج ندید
دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنید. بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم. دادگستری ما دادگستری غربی باشد، قوانین ما قوانین غربی باشد. اینقدر ضعیف و نفس نباشید. اونهایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح میدن، اینها از اسلام اطلاع ندارند. اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نشناختن، نمیفهمند چه میگن. ما مبارزه با فساد را با دایره امر معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچه وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد انشاءالله مبارزه با فساد میکنیم، فحشا را قطع میکنیم، مطبوعات را اصلاح میکنیم، رادیو را اصلاح میکنیم، تلویزیون را اصلاح میکنیم، سینماها را اصلاح میکنیم. تمام اینها به فرم اسلام باید باشد. تبلیغات اسلامی، وزارتخانه های اسلامی، احکام اسلام، حدود اسلام را جاری میکنیم. خوف از این که غرب نمیپسندد نمیکنیم. غرب ما را خار کرد، غرب روحیات ما را از بین برد، ما را غرب زده کردند. ما این غرب زدگی را میزداییم. تمام آثار غرب را، تمام آثار فاسده، تمام اخلاق فاسده غربی را، تمام نغمات باطله غربی را خواهیم زدایید. ما یک مملکت محمدی ایجاد میکنیم. بیرق ایران نباید بیرق شاهی باشد. آرمهای ایران نباید آرمهای شاهی باشد، باید آرمهای اسلامی باشد. از همه وزارتخانه ها، از همه ادارات باید این شیر خورشید منحوس قطع بشد. علم اسلام باید باشد. آثار طاغوت باید برد. اینها آثار طاغوت است. این تاج آثار طاغوت است. آثار اسلام باید باشد، یا آثاری که تمدن است. آقا بیدار باشید، دولت بیدار باش، ملت بیدار باش. آقا بیدار باشید، کم کم شما را دوباره نکشانند اونجا. از الان باید این مسائل حل بشد. میگه که در یه مملکت که دوتا دولت نمیشه، تو واجه هستیم یه مملکت دوتا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را این کار کنی یا ملت را. باید سر جاش بشیند این آدم.